بابا انشالله شهید شدم بابا. چیز نه همون زن محله بالا همه کلن بپلیدم. ما محله ما که اصلا نیه. سر به من فسق نزن. تو بگرد خر کدوم اینا چیه؟ اینا علاف و مرتکه گفتم که به تمام زمین ها محله علاف میدیره. گفتم ما خر سراخ کردم. گفته کنه چیزه گفته که ما چون برو عرضه کو دستی بابا گفته مرتکه گفت برو عرضه کو خر تو پیدا میشی. علفا هم بداد. گفتم اگه خر پیدا شد در دیشب کو گوشنه اینا من دازم پیشی. سر تو علفا بخور بگذار اینا. ما تو برات خر ریکنی و برات علف ریکنم. خب آخه چه خر پیدا نکردی؟ آخه مرتکه خوب مرتکه گفته اگه نرک میشه خر تو پیدا شی اینا گوشنه او. آخه مرتکه سر تو بخور. آخه ما علفا ما چه کار کنم؟ ما تو برات خر ریکنم گونگرم ریکنم به اون محله رفته برات خر. حالا بیام دو دستی پاتر سر که ما خر پیدا نکردم. مرتکه گفته علف ببر خوب. اصلا همین خر میته به شما بگم که خاکستر شد تره به زمین. وای دست شما بچه‌ها با خدا دیوانه شدم. نمیفهم که بله به سر خوب بزنم یا به سر تو بزنم. چیکار کنم من؟ باز زمین خاکار چند روزه به شما گفتم که می همسایه دستم ودا شده که مینا رفت در ممی چینگ دیوار مرتکه نام کشیده. یک سه روز گم شدی برات خر. حالا که دو دست دو پا جلوتر بیودی که خر نبوده. واقعا خر پیدا نکنی تو از سرا بیرون میکنم. میفهمی یا نه؟ چی کنم؟ پنجشنبه چی شد؟ پنجشنبه سر تو بخوره برات دی بالا را برات خر رفت. خب من کو به دی بالا بدم عمله. او هم برفت. او هم دل تو بری برفت. چطور کنم؟ پس میرم پنجشنبه رو میدارم میرم عریضه میکنم. عریضه بری چی؟ خر مرتکه نفر فهمیدی؟ به سر کی عریضه میکنی؟ به سر خود خواهد؟ محله بالا. نه محله بالا. آخر اشته گم کردی. هم کوسری به ما که اشته گم شو. ما بابا محله بالا از اسیا میامدم انا بام چینگم او یک بارم میگه چی شد؟ من گفتم باشه یعنی او روانی میگه کمی او بخورم انا دستلو خودم بشیرم. دستلو خودم بشیشتم و میگه او خودم یک بار پشت سر خود سعی کردم ببینم خر درک نداره. سیکو ما بچه نیم میفهمی؟ حالا وقت از این جیان یک آدم روان باشه بخوره. همونه او عبری خوردن که تو برای ممی گپ میزنه. گپی واسه که را داشته باشه. بگو خر اشته گم کردی آخه. خر اشته گم کردی باید گردن ما بند باشه بابا. ما با عمر خوب شما دروغ نگفتم. اگه لنگم دروغ بگه. خر نمیرته که چند دفعه در سلام که ولی یک گومیشه اون خر میدادم من ندادم آخه. چند قیمتی بود آخه. ما چه کار کنم دست تو؟ گپی واسه که را داشته باشه. اصلا ما مارو کنم. من دیوانه شدم با دست شما بچه‌ها. چه کار کنم؟ یک رو خر گم میکنی، یک رو مرغار ور میداری میبری میفروشی، یک رو تخم مرغار ور میداری میشکنی. چه کار کنم با دست تو؟ من برو عریضه کنم. عریضه کنه که چه کار کنه؟ دیگه علاجی نیه. و سر تو مجبورم عریضه بردم کی نمیشه میکنی؟ میگی بعد بالا گم شده. به سر کی عریضه؟ به سر مردم. که مردم شما چی کار دارم؟ من عریضه میکنم هرج میکنم. یعنی پیدا میکنی؟ پیدا شرف خور میکنم. پیدا شرف خور میکنی که خر پیش ما گم شده شما بردیم ها؟ ها. برو. مرتکه اگه تو گو. من تجربه کردی دارم. همین تجربه را من میکنم. برو. خوبه. سیدی بیای دیگه بعد نشه گم شی. پنجشنبه نپاله من میبرم. برو بخیر برو. دست از این بچه‌ها دیوانه شدم. خدا چی به ما داده بوده؟ یکی سعی میکنی یکی دیگه بدتر. من رو خورشیشتم سر تو رو بخور که تو رو حال وقت به هوا خونو رو شیشتنه که تو رو خوبی شوری. وای ماما بله شما خط نوشته میکنین؟ بله ها. خب خیر بینیم بگیریم ماما جون نوشته کنین که نوشته کنین. خب به چند نوشته میکنین؟ برای چی ماه؟ عریضه 50 روپیه. چنده؟ 50. روپیه؟ آه به 50 روپیه که برادم از اینجا آدم به لندن میبرم. نیه این دستلاف اول صبح وقته. ماما یک هلی با ما مرآت کنیم یکی نوشته کنه هلی مرآت نمیشه دستلاف اوله 30 روپیه بده من گردنم بند باشه 1 روپیه به کیسا بدیه. همونا رو من قرض کردم. نیه نمیشه؟ نه بگه ما چه کار میشه گناه دارم من.
برای چی می؟ خب شما وردن قلم خو کتاب چی خب خب تو برای بگو. اول نوشته کنیم سلام علیکم مونده نباشین. خب خب بعد چیزه بعد هدا شرف می خب فهمیدیم؟ بله ها. بمین هدا شرف من نوشته کنیم بمین محلی بالا انا خرم گم شده. خب فهمیدیم؟ خرم با محلی بالا گم شده. انا من نوشته کنیم که ما به سر این مردم شک شکیم. خب ما به سر محلی بالا شک شکیم. انا اگه خرم گم نشه مگرم به جا خرم 10 تا خر بدیم. 10 تا خر هم که شما بدیم او 10 تا خر هم به درد ما نمیخوره. پس عریضه می بنویسی شکایت میکنی؟ ها شکایت مردم ها دست محله بالا شما گوش کشین که من چی میگم. شما اینا انگار کنیم به دست خوب بگیریم. انگار کنیم میر به دست خوب بگیریم. خب بگیریم. خب قلم هم بگیریم به دست خوب. آنی خب شما نمیشته کنیم مونده نباشید. نمیشته کنیم مونده نباشید. سلام علیکم مونده نباشید. نمیشته کنیم سلام علیکم مونده نباشید. خب چی نمیشته کردیم؟ سلام علیکم مونده نباشیم. سلامت باشیم زنده باشیم. خب گیلک ولد خب 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 چی خب؟ ولده کی ولده؟ گیلک. گیلک ولده ماما شاگل. ماما شاگل. خب او گلیه؟ خب عقلی پایی ازل بیدا. اقلی پایی چی؟ ازل بیدا. خب خب ولدتری یعنی ولدتر ما اسیاونه. ولدتر ما اسیاونه. ما ولد ما اسیاونه. نه ولد پیار ما کو پیار منه با ولد پیار ما اسیاونه. بفهمیدم. خب ما بر روز شنبه خب چی خب؟ ما بر روز شنبه ما بر روز شنبه حتمالی بالا عبور میکردم. اتفاقا نمیجگاه جو او میرم او برفتم که او بخورم خرم مفقود گردید از منجی. خب حالا شد چی نمیشته کردین؟ من از محله بالا عبور میکردم و استاد شدم به دمجو که او بخورم. خرم مفقود گردید. خب انا من اگه خرم محله بالا پیدا نکنم شما نمیشته کنین دیگه. خب چی خوب؟ اگه خرم محله بالا پیدا نکنم اگه محله بالا خرم ندم 10 تا خرم که بدم مامو 10 تا خر امکان نداره پیار ما قبول داشته باشه. خب پنجشنبه چی بگم؟ چی نوشته کنم؟ جاز 31 متر و 80 بود. خب سفید رنگ سفید سرخ دم چپ سوز چی بوده ای؟ خری که یک رنگ نداره. و چپ سوز یک کلم یعنی کلم چپی و سوز بوده. تو چی میفهمی کلم چپی و سوز بود؟ آره بیتر شو فقط بشی پیار مونه. ماما شما عرضه نمیشته میکنه یا غلطی ها مر میگیرین؟ تو یک کار کپه چه کار کنم؟ عکس داری اخر خو؟ اخر خو تا گوشی ما. خب تا گوشی خود داری؟ برو یک کار کو یا عرضه به درد تو نمیخوره. یک کار کو برو از امون خر خو یک چند تا عکس چاپ کو خوب کلان به در دیوال بزنی. به در دیوالا به کدوم محله؟ همین محله بالا. بزیری هم بنویس اگه پیدا نشد 10 تا خر قبول نداره. یعنی عریضه به درد نمیخوره؟ عریضه به درد نمیخوره.
پس از اون ماما شلغم ریزه میکردیم ماما. اون گپا تو گوش میکشیدم. به خیال ماما یک عقل کمال بودی مثل من نداریم شما. نه. خیلی بینید پول دیگه نیه. اشته نیه پول. خود نه دیگه شما علیزه من نمیشته نکردیم. وان نوشته کردیم. ماما پس ما میرم یک کار دیگه مشکلیاتیه. خداوند شما ماما خیلی بده. اگه من برم از این عکس‌ها کتت داتای چاپ کنم بیا داتای چاپ کنم نمیشته کنم که خرگیلک مفعول کردیده خرگیلک گم شده اگه هر کی بیافته 2 تا مرغ و 500 پول میدی. این بیتر نیه. این خیلی بیتر میشه. پیدا میشه؟ پیدا میشه. خب ماما میگم پیدا شما میفهمی من؟ من که تجربه کاری دارم. خداوند ماما جان شما خیر بده بریم پنجشنبه بریم با پام اینجا بشینیم بابا شما پول میارم. صحیح. اگه به شما قول شرف میده اگه خرم پیدا شد به شما چیزه به شما نیم من غروتم میارم. صحیح خیر بینید. بله خیر بینید خداحافظ ماما. شما خیر بینید. خیالم یک 10 تا تخته کم داشت 1 ساعت وقت مر بگیری کار کنیم مردم میگه.